салом дӯстони гиромӣ, хушомадед ба канали омӯзиши мо. дарси 53 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ дар 99 рӯз. 100 ибораи англисӣ барои сайёҳон бахши 7 аст. Hello dear friends, dear sisters and brothers, welcome to our channel. Today lesson 53 from English in 99 days. 100 English phrases for tourists, part 7. Okay, let's go. Today we will take from 61 to 70. Okay, drive to the hotel. Drive to the hotel. خب امروز از عباره 61 تا 72 میگیریم. Drive to the hotel یعنی با هتل با مهمانخانه برون. یعنی خب خیلی که مثلا که وقتی خودمون در تاکسی میشینیم میگیم که لطفاً تو مثلا صدبرگ، لطفاً تو فرودگاه یا لطفاً تو مثلا ایستگاهی خب فلان. همین در زبان انگلیسی میشود که drive to the hotel. اما اگر بگیم که مرا تو مثلا مهمانخانه بریم میگیم که drive me to the hotel. drive me to the hotel یعنی مرا ببر میشود به معنای بردن تا مهمانخانه. خب در این جای the hotel مثلا میتوانیم دیگر کلمه رو نیز استفاده کنیم. drive me to the beach مرا به ساحل ببر. drive me to the library مرا به کتابخانه ببر. drive me to or drive to the airport با مهمانخانه هیکن به سوی مهمانخانه یا تو مهمانخانه با مهمانخانه. خب drive to مثلا drive to gas station مثلا یعنی همون نقطه فروشی سوزشواری یا که همون زاپرافکا میگیم همون مثلا. خب عباره 62 drive to the city center. drive to the city center خب همین عباره بولگی است، فقط تغییر یافته است. city center یعنی مرکز شهر، مرکزی شهر. خب این city center به دو معنا میآید. مثلا یکی از معناهاش این است که مرکز شهر و یکی از معناهاش این است که city center مثلا یک اون مغازه‌ای هست که اون به نهایت کلان است و اون را نامگذاری میکنن سیتی سنتر یعنی مغازه مرکزی مثلا که شهر. خب drive to the city center. خب عباره 63 when does the bus to دوشنبه leave. when does the bus to دوشنبه leave. اتوبوس کی به طرف دوشنبه حرکت میکند. اتوبوس کی به سوی دوشنبه حرکت میکند. وقتی که ما و شما به یگان مثلا که وокзал یا خب دیگر اتوبوس ها در وокзал میشوند یعنی به وокзал وارد میشویم و اگر بخوایم اتوبوسی کدام شهر معین رو بپرسیم میگیم when does the bus to Hisar leave. when does the bus to Bakhtar leave. when does the bus to Moscow leave. leave یعنی ترک کردن میشود. ترک یعنی مثلا اگر کلمه به کلمه ترجمه کنیم میشود که اتوبوسی که به سوی دوشنبه میرود کی اینجا را ترک میکنه. کی اینجا را ترک میکنه. اما در تاجیکی نمیگیم که ترک میکنه، میگیم کی میرود از اینجا. از اینجا کی میرود، کی راه میکنه مثلا. خب عباره 64 stop here please. stop here please. خب اگر مثلا در داخل تاکسی هستیم و در جای لازمی بگیم که رسیدیم میگیم که stop here please. stop here please. stop here please. لطفا اینجا بایستین. لطفا اینجا بایستین. یا که چگونه که در داخلی نقلیات های عمومی در داخل شهر استفاده می شود. لطفا اینجا دارید. لطفا اینجا
دارد. یعنی دارد مقصد که باز دارد، همین نقلیاتی که شما راندستین همین را باز دارد در همینجا. مثلا یا اگر مثلا اگر در بگیم که برای راننده یا کمون شافیور شتگی باشیم، اگر بگیم که هو انا اونجا باز داره، بگیم که stop there please. there یعنی با دست اشاره میکنه، میگیم که there stop there please. هو انا اونجا باز داره یا که ایستید. مثلا خب عباره 65 when does the checking begin. when does the checking begin. when does the check-in begin. خب این چک این همون ثبت نام می شود. ثبت نام این عادتا در همون بگیم که ایستگاه های راه آهن یا که عادتا در فرودگاه ها می شود. این چیز میگم که ثبت نام کی شروع می شود. نه ثبت نام کی شروع می شود. خب ثبت نام در روسی رجیستراسیا می شود. رجیستراسیا یعنی می شود که رجیستراسیا کی شروع می شود در جای چک این رجیستراسیا. اما در انگلیسی چک این در تاجیکی ثبت نام یعنی همون ثبت نام اسناد حجت ها کی آغاز می شود، وقتی نامش و وقتش کی شروع می شود. خب در جای بگین می شود بگیم که فینیش تمام، مثلا تمام می شود. when does the check-in finish. when does the check-in finish. when does the check-in finish. یعنی این ثبت نام کی به انجام می رسد. مثلا در فرودگاه ها خب مثلا میگن که رجیستراسیا ساعت 6 شروع می شود، ساعت 8 تمام می شود. به خاطر که ما بفهمیم که ساعت چند پایان می یابد یا که تمام می شود، میگن که when does the check-in finish. when does the check-in finish. ثبت نام کی به پایان می رسد. خب عباره 66 I would like a ticket to دوشنبه. I would like a ticket to دوشنبه. من یک چیپته به سوی دوشنبه میخوام، یعنی یک چیپته دوشنبه میخوام. یا اگر در دوشنبه باشه میگم I would like a ticket to Moscow. من یک چیپته مسکو میخوام. I would like a ticket to Washington. من یک چیپته بگم که واشنگتن میخوام. I would like to ticket to I would like a ticket to استانبول. من یک چیپته به استانبول میخوام. خب عباره 67 Where can I return my ticket. Where can I return my ticket. یعنی من در کجا میتونم که چیپتما باز بگردانم. بازگرداندن یعنی ما تاجیک‌ها زیادتر ازدواج میگیم، در کجا ازدواج کنم بلیت ما، یعنی سفر نمیکنیم یا دیر موندیم یا که شیمون شده میخوایم که بلیت بر بگردانم، میگیم من در کجا میتونم که بلیت ما بر بگردانم، باز بر بگردانم. خب عباره 67 Here is my passport. Here is my passport. انا شناسنامه من. انا شناسنامه من یعنی که به همون کارمند گمرک دراز میکنه که انا شناسنامه من. Here is my luggage. Here is my luggage. انا این جزدانی من است. این جزدانی من است. عباره 69 It is a business trip. It is a business trip. این سفر سیاحی است. این سفر سیاحی است. معذرت، این سفر کاری است. It is a business trip. این سفر کاری است. یعنی این سفری که ما سفر کردیم سفر کاری است. It is a touristic visit. این سفر سیاحی است. این سفر سیاحی است. خب عباره 70 I want to book a room. I want to book a room یعنی من یک اتاق فرمایش دادن میخواهم. یا مثلا I want to book a table یعنی یک طرفخانه همون رستوران زنگ بزنیم میگم که I want to book a table یعنی من یک میزی 2 نفره یا 3 نفره یا 4 نفره فرمایش دادنی هستم. وقتی که قبلا فرمایش میتین شما میرین میزی شما تیار است مثلا. خب در اینجا رسیدیم به پایان درس امروزه. تشکر زیاد از یک شما. لطفاً گذاشتن لایک رو فراموش نکنین و کسانی که بار اول تماشا میکنن подписаться سازن نیز فراموش نکنین، یعنی که ابونه شدن. تا درس های نوبتی موفق و مؤید و سربلند باشین. See you next class. Goodbye. Bye bye.